از کار ما خو از سال 1371 شروع کردیم. حالا خو میدون 98 است. از 2 سال تا بالا ما که سال 23 سال میشه از کار ما تقریبا کار خو یادم نداشتم. در 2 سال مکمل آشگرد نمیشناختم آشگرد چیه. در خانه پخته میکردن، نمی اولادا پخته میکرد، در شوگر میگرفتن در فرق سر خود. همین دیو قانون کمی بیش میگشتم. وقتا این یگام راکت میامد، یگام گد و گدی بود. همین مردم همه غیر دوست داشت. ما فکر کردم که چی از چیزی است که مردم دوست داره. باز همین رقم ما تشویق شد، خوشم آمد. اگر یگام کسب کار نگاه میکردم همین کار لذت آور بود. من هم خودم میخوردم، همین مردم به صاحب لذت خاص میخوردن. باز من کراچی‌ها جور کردم سر دیدمی دم نو. اتو کار ما شروع شد که دیگه هیچ با فرصت با ما نمونده که ما با مردم رسیدن نمیتونستم. والله به خدای بسیار یک ما افتخار است. وادا تا چند بیای اوسو بگرد دوستو بگرد. والله لطف خدا شد یک دکانک پیدا کردیم. والله دکان است. اگر ما بگویم که ما این پیسه صادقه نجیب 2000 افغانی سرمایه بود. 2000 افغانی وقت عالمش 2 روپیه میشه. چقدر میشه؟ حساب نمیفهم. از اون 2 روپیه که شروع کردیم اینیم الحمدلله شکر اینیم سرمایه ما لطف خدا این یک مترک بارکشی است. لطف خدا یک کم روزگار ما میشه. خوب است شکر است. اینقدر رضایت دارم که انجام نمیشه. بسیار زیاد رضایت دارم. حتی که 21 سال میشه در کار آدم باشه خسته میشه. حدس رضایت دارم میشه خسته نمیشه. بولانی کچالو ما پخته میکنیم، بولانی کدو ما پخته میکنیم، بولانی گندنه پخته میکنیم، بولانی تخمدار یک تخمه دو تخمه. حتی که 1200 سر زردک ما در یک زمستان ما بولانی زردک و کدو و پالک و نیش بیاد بسیار خوشمزه یکی رو پخته کنیم. از هر قسم بولانی پخته میکنم. همین سابق بیربار زیاد بود سر ما همین قشته کام صدا میکرد که شیر آقا کاکا شیر آقا دم زبان مردم همین تو شیشته بود. اگه خوردم تیر میشد شیر آقاش کی است همین رقم ما مشهور شدیم به نام شیر آقای بولانی پس. حتی که دم هر جایی که بری ما رو میشناسن به نام شیر آقا.